بسم الله الرحمن الرحیم. چگونه یک فولدر را لاک کنیم؟ در درایو یک فولدر داریم در نام لاک. میخوایم این فولدر را لاک کنیم. میاییم در رن نوشته میکنیم cmd. باز در اینجا کسته یعنی یک چند کماند را نوشته میکنیم. cacls space دبل کتشان باز فولدری که میخواین لاک کنین. در داخل درایو یک فولدر داریم در نام لاک. این از اینجا کاپی میکنین آدرس زیره میاید یک قسمت اینجا پیست میکنی space /e space /p space everyone :n enter. یا حالا میایم دمی درایو باز میکنیم باز نمیشه به خاطر انلاک از باز میایم دمی قسمت. این دفعه کسته بجای این کسته فقط یک اف میزنین انتر میکنین. حالا باز میایم میبینیم که دبل کلیک کنیم میبینیم که این فولدر ما لاکش خلاص شد. یکی روش های دیگه که ما فولدر لاک میکنیم مثلا این فولدر لاک میکنیم بالای رایت کلیک archive delete or set password 1 2 3 4 1 2 3 4 include file name اوکی میکنیم. وقتی اوکی کردیم این فایل ما رو زیپ میکنیم. حالا بالای فولدر دبل کلیک میکنیم میبینیم که فولدر ما پاسورد داره که پاسورد باز نمیشه. 1 2 3 4 انتر. یعنی هر چیز که داخل فولدر بود همون چیزها اینجا هست.